شر نبود داخل کوچه داد زنین آخه بینین مردم همش ما رو نگه دارن. گوش که مرا ما در فرقی چی که نگاه میکنه نمیکنه. بدردین دودار یکش چی گپه؟ من خسته شدم ایمی جنگ جنجالی تا ایمی رازبوروی تو من خسته شدم. با ینگم خطی جنجال کرده، با ینگم خطی رازبور کرده و خود قهر کرده، همون بیچاره را دیل مونده کردی. آخه اکا امیر اشکوش در همین بدم زده اکا یک کس می نویسه نمی نویسه انا تی خیلی کردی و خیلی کردی امیر از بور ایرش که بهودا اکا و خیلی می نویسه ما گرد میزنم اکا وقت ما خش میکنم اکا ما یکون تایره نرفته ندیده باشم اخی ما خیانت نکنه باشم دوای اکا دودار یکش اشتباه بزرگ میکنی. خیانت کردن فقط رابطه جنسی نیست دودار جان. وقتی که تا تلفنت SMS پاک میکنی که اویلت یا اینکه دوست داشتت نبینه این علاقه خودش خیانت میحسابه. یا که وقتی که کناری همسرتی یا اینکه درباری دوست داشتتی لیکن فکر خیالت امیدت در دیگه نفره این علاقه خودش خیانت حساب میشه. وقتی که تو انگشترین تعجیلی که میکشی که هیچ که فکر نکنه که تو اویله داری این علاقه خودش خیانت حساب میشه. لطفاً خواهش میکنم در حیات هیچ وقت کاری نکنه که همسرتون یا اینکه دوست داشتتون احساس کنه که برای شما کفایه نیست. چون که سخت ناامید میشه، سخت دیر شکسته میشه، باوریش گم میکنه و در زندگی دیگر به هیچ کس باوری نمیکنه.